جلسه اول با معرفی انواع سازها شروع میکنیم. ما به طور کلی 4 نوع ساز داریم. دسته اول سازهای سیمی یا زهی یا کوردوفونز هستند. سازهایی هستند که از ارتعاشات که در واقع ارتعاش شده ناشی از ضربه زدن بر روی سیمها یا کشیدن یک وسیله به اسم آرشل روی سیمها صدا تولید میشه. گیتار، پیانو و ویولون در این دسته هستن که خب گیتاری که ما امروز می‌خوایم باش کار کنیم یا معرفی کنیم ساختمانش رو و نحوه در واقع ضربه زدن بهش رو در این دسته قرار میگیره. دسته دوم سازهای بادی هستن یا ایروفونز. سازهایی هستن که با دمیدن باد که از دهانمون خارج میشه تولید صدا میکنن، مثل ترومپت، مثل نی، مثل فلوت. دسته سوم سازهای کوبه‌ای هستن یا ضربه‌ای. از بدن ضرب دستروشون صدا تولید میشه، مثل دف، مثل تنبک، مثل پرکاشنز، درامز. سازهای ضربه‌ای یا کوبه‌ای گفته میشه یا در واقع بهشون ممبران فونز میگن. سازهای الکترونیک دسته چهارم هستن که در واقع سازهای جدیدی هستن به نسبت میشه گفت. سازهای الکترونیک در واقع به وسیله جریان الکتریسیته صدا تولید میکنن، مثل گیتار الکتریک، گیتار بیس، کیبورد ها که حالا بعضیتون به اسم ارگ میشناسید. اینها سازهایی هستن که به وسیله جریان الکتریسیته ازشون در واقع صدا تولید میشه. قبل از اینکه به انواع گیتارها بپردازیم، گیتارهایی که وجود هستند تو بازار، حالا بعضیتون شاید هنوز خریداری نکرده باشید، لازم هست که اول سبک هایی که میخوایم با گیتار موسیقی بنوازیم معرفی کنیم. ببینید خیلی خوب هست، البته خیلی خوب هست که شما قبل از اینکه راهتون رو شروع کنید، تمرینتون رو شروع کنید، یادگیریتون رو شروع کنید، سبک مورد علاقتون رو شناسایی کنید و سبکایی که مرسوم هست تو ایران رو بشناسید، چه سبکایی هست و انتخاب کنید. ببینید تمام سبک ها قشنگ هستن. ما هیچ سبک بهتر، هیچ سبک پیچیده تر یا نمیدونم یا بالاتر و پایین تر نداریم. خب افراد زیادی که مثلا فرض کنیم که گیتار فلامنکو کار میکنن، زیاد سبک کلاسیک رو نمیپسندن یا پاپ رو نمیپسندن. اونها گیتار الکتریک کار میکنن، سبک جاز و متال کار میکنن، مثلا خب مثلا سبک پاپ رو سبک چیپ پایینی میدونن. نه، اینطور نیست. هر سبکی برای خودش جذابیتی خاص خودش رو داره. سعی کنید از تمام سبک‌ها لذت ببرید. بله، یه سبک انتخاب کنید خودتون بنوازید، ولی این تعصب داشتن شما رو از دریافت‌های موسیقی، از الهامی که میتونید از موسیقی بگیرید، از لذتی که میتونید از موسیقی ببرید محروم میکنه. موسیقی معنای گسترده‌ای داره. نه به سازتون و نه به سبکتون هیچ تعصبی نداشته باشید. اگر من گیتار پاپ کار میکنید نگید خب سنتی ها. اگر دارید الکتریک کار میکنید، جاز کار میکنید، بلوز کار میکنید، نگید حالا گیتار پاپ کار میکنن، کلاسیک کار میکنن، سبکی خب خوبی نیست. نه، هر سبکی جذابیت خاص خودش رو داره. ما در این پکیج آموزشی اصول کار رو با گیتار شروع میکنیم. شما ممکنه در ابتدای کار هنوز سبک مورد علاقتون انتخاب نکرده باشید. مشکلی نیست. شما توی 24 جلسه یه سری اصولی رو یاد میگیرید که هر سبکی که بخوای بعداً انتخاب کنید باید اونا رو بلد باشید. حالا ممکنه شما بعدها گیتار الکتریک بخواید ادامه بدید یا بخواید فقط صرفا پاپ کار کنید، شاید نیازی به مهارت‌های انگشتان سمت راست زیاد نداشته باشید، سری تکنیکایی با پیک که نیاز هست در واقع اونا رو تمرین کنید. اما یک سری اصول برای تمام سبک‌ها مشترک است. الان که شما مبتدی هستید و میخواید تازه گیتار رو شروع کنید، باید اون اصول رو بدونید، بعد نوت‌خوانی بلد باشید، بعد بدونید آکورد چیه، بعد بدونید ریتم چیه، وزن چیه، کسر میزان چیه و چجوری رو این تئوری‌های موسیقی رو گیتار چجوری پیاده کنید، گیتار رو خوب بشناسید. این آشنایی شما توی تمام سبک‌ها یکسان است. خب بریم سراغ معرفی
3 تا سبک توی گیتار در ایران خیلی متداول هست و پرطرفدار هست. سبک اول سبک کلاسیک هست که مربوط میشه به موسیقی کلاسیک به سال 1750 تا 1820 میلادی، زمانی که موسیقیدانان بزرگی مثل بتهوون و موزارت میزیستن و اثرهای بسیار به یاد ماندنی از خودشون به جا گذاشتن. خب موسیقی کلاسیک یا گیتار کلاسیک برمیگرده به در واقع اجرای این قطعه ها. قطعه گرین اسلیوز، قطعه فور الیسه قطعاتی هستن که بسیار پرطرفدار هستن. همونجوری گفتم از سال 1750 تا 1820 این موسیقی وجود داشته و بهتره که یه دوره قبل و یک دوره بعد از این موسیقی رو هم معرفی کنیم که حالا شاید تو کتابی جایی برخورد داشتید ناآشنا نباشید. موسیقی قبل از دوران کلاسیک برمیگرده به سال 1600 تا 1750 میلادی که به موسیقی باروک معروف هست و موسیقیدانان بزرگی مثل باخ میزیستن. موسیقی بعد از دوران کلاسیک یعنی از سال 1820 میلادی تا 1900 میلادی به موسیقی رومانس یا رومانتیک معروف هست. شوبرت و شوپن از بزرگان این عصر هستند. بنابراین موسیقی کلاسیک و گیتار کلاسیک که ما یک گیتار هم به نام گیتار کلاسیک داریم که جلوتر توضیح میدیم مربوط به این دوره است. سبک بعدی سبک فلامنکو است. سبک اصیل اسپانیایی، سبکی که از جنوب اسپانیا در واقع متولد شده. سبک فلامنکو برمیگرده به تقریبا قرن 8 میلادی که قبل از اینکه اصلا گیتار وارد این سبک بشه بیشتر حالت آواز و رقص داشت که کم کم مخصوصا در اوایل قرن 10 میلادی گیتار خودش رو نشون داد و خودش رو وارد این سبک اصیل اسپانیایی کرد. کم کم گیتار شد جزء لاینفک این سبک و خب همینجور که توی همون سیدی هم ما قطعاتی از موسیقی فلامنکو گذاشتیم، قطعات بسیار جالب بسیار بی‌نظیری ساختن در سبک فلامنکو. ریشه لغوی فلامنکو از دو تا لغت فلامنکو در زبان عربی یعنی مزرعه از شما در واقع اومده که کم کم این فلامنکو در واقع در ابتدا به کلیان اون منطقه اسپانیا اطلاق میشد که کم کم کلیان خودشون شدن یکی از بنیانگذاران اصلی سبک فلامنکو و گروه جیپسی کینگز که خب احتمالا میشناسیدش یکی از در واقع معروفترین و مشهورترین یکی از معروفترین گروه های این سبک است. موسیقی پاپ سبک بعدی هست که در ایران با گیتار نواخته میشه. ببینید موسیقی پاپ نمیتونیم بگیم یک سبک خاص، یک شخصیت خاصی داره. پاپ یا پاپیولار به معنی کلمه یعنی عامه پسند، مردمی. هر سبکی که مردمی باشه به راحتی ارتباط برقرار میکنه با مردم، عامه پسند هست و ممکنه خودش تلفیقی از چند سبک باشه. بنابراین نمیتونیم بگیم ما شخصیت خاص، تکنیک های خاصی از سبک پاپ داریم. پاپ در کل دنیا و به تبع در ایران سبکی هست که عامه پسنده، همه مردم دوستش دارن. خودتون هم شاید موسیقی زیادی میشنوید، میزنن، میخونن و سبکی هست که همه معمولا دوستش دارن. سبکای دیگه هم هست توی موسیقی در واقع گیتار که بیشتر با گیتارهای آکوستیک فلزی و گیتار الکتریک مینوازن، مثل موسیقی جاز یا جاز، در واقع موسیقی آفریقایی ها هست، سیاه‌پوستای آفریقایی هست که در سده 20 به وجود اومده و البته ریشش روی 20 سال قبل از سال 1900 میلادی میگیرد. موسیقی بلوز هست که از منابع موسیقی جاز هست. بلوز هم بیشتر با
گیتارهای آکوستیکی فلزی و گیتار الکتریک نواخته میشه که خب مبحث ما نیست، ولی اثرهای بسیار جالبی هست. جاز و بلوز، مخصوصا جاز که بداهه نوازی یکی از ارکان اصلی موسیقی هست و دنیای خاص خودش رو داره. همونجوری گفتم گیتار و کلا موسیقی در هر سبکی، در هر سازی جذابیت‌های خاص خودش رو داره. بد نیست که با موسیقی جاز و بلوز، موسیقی راک، موسیقی که بسیار حرف واسه گفتن داره، با این هم آشنا بشید و در واقع دریچه های ذهنتون رو به روی تمام سبک‌های موسیقی باز کنید.